نگاه کنید گربه های تهران یاد بگیرید. نگاه کنید چجوری نون خشک میخوره. نگاه کن خدا وکیلی. نگاه کن ای گربه خاک تو سرت بکنم، خاک عالم گربه تو سرت بکنم. پیتزا بهت دادم دارم صحبت میکنم. اونجا گمرک نمیذارن حرف بزنیم، اینجا هم نمیذارن حرف بزنیم. گربه شرفت بیتک است. نگاه کن یاد بگیر. نگاه کن پیتزا میذارم جلوت، گربه هامون هم پرگو شدن. بعد شما میایین میگین چی؟ شما چی حیواناتی خانم چی نوشته بود دختره؟ چی نوشته بود؟ شما باید آبی حیوانات باشی. حیوانی که چی میاد به من کنه به من میره؟ من این چه حیوانیه؟ این شیطون حیوانی که نه این حیوانی باری کلا به این حیوان. به قرآن الان میخوام برم پپسی هم براش بخرم، کوکاکولا یک کلو هم سرش بذارم بخورم. ببین دیدین گربه رو باعث شد یه مقداری از اعضای بدن ما لا اله الا الله نگم بقیه بگیر. ولی نگاه کنید این حیوانه که تو بیابونه، نه اونی که شما تو تهران جلو در مغازه وسط پایتخت چپ پایتخت تو تهران خودم داری پیتزای خودمون رو میدیم بهش بخوره. آره اون وقت این آقا نگاه کنید تو بیابونی نون خوش میخوره. دست خر بخور. خوب میخوام 100 سال سیا نباشه که بخوری. آیا بریم بابا فقط اینو گفتم که نگاه کنید نه بنویسید حامی حیوانات. نون خوش که داره میخوره. اون گربه تو چاست بعدم بعد تو بیا کامنت بنویس. برو بریم.